سلام دوستای خوبم، من نسیم هستم. به پیج من خوش اومدید. امروز با هم میریم شیرینی یاقوتی که قولشو داده بودم رو درست کنیم. ابتدا 125 گرم کره همدمای محیط رو با 60 گرم پودر قند مخلوط میکنیم. مواد رو دورگیری میکنیم و بعد به هم زدنمون ادامه میدیم. یک عدد زرده تخم مرغ رو به مواد اضافه میکنیم. و همچنین 1/2 قاشق چایخوری وانیل رو. همونطور که در تصویر میبینید من 50 گرم آرد برنج، 30 گرم نشاسته ذرت و 150 گرم آرد سفید رو از علک رد کردم. بعد شما میتونین که با لیسک یا با دست هم بزنید و یک خمیر منسجمی رو به دست بیارین. دوستای خوبم، اگر قراره با دست خمیر شیرینیتون رو هم بزنین، اونقدی نباشه که خمیر به روغن بیفته. ببینین یه خمیر منسجم. بعد من خمیرم رو برای مدت 1 الی 2 ساعت توی یخچال میذارم تا استراحت کافیشو داشته باشه. از استراحت من خمیرم رو بین 2 تا پلاستیک فریزر با بردنه بازش کردم و شروع به کاتر زدن میکنم. شما میتونین از هر نوع کاتری که مورد سلیقتون هست استفاده کنید. بعد شیرینی هامو داخل فر با دمای 180 درجه به میزان 10 الی 15 دقیقه میذارم تا شیرینی ها بپزه. در همین حد که زیر شیرینی های من طلایی رنگ شد کافیه. بعد من شیرینی ها رو به واسطه عسل مرطوب کردم و با پودر پسته دیزاینشون کردم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین.